یکی از بهترین هدیه‌هایی که می‌توانی به آدم‌های اطراف دهی این است که از آنها برای اینکه قسمت از زندگیت هستند تشکر کنی. با هر چی که بودند و هستند، رنگ و بوی زندگیت را عوض می‌کنند. اگر کینه در دل نداشته باشی، سبکتر خواهی بود. هیچ پرنده با باری سنگین پرواز کردن نمی‌تواند. شبیه همین. پسر مهاتما گاندی نقل میکند پدرم کنفرانس یک روزه در شهر داشت. از من خواهش کرد که او را تا به شهر برسانم. وقتی او را رساندم گفت ساعت 17 همین جا منتظرت هستم تا با هم به خانه برگردیم. من از فرصت استفاده کردم و برای خانه خرید کردم. ماشین را به تعمیرگاه بردم. بعد از آن به سینما رفتم. ساعت 17:30 یادم اومد که باید به دنبال پدر میرفتم. وقتی رسیدم ساعت الکی 18 شده بود. پدر با نگرانی پرسید، گفت چرا دیر کردی؟ با شرمندگی و دروغ گفتم که ماشینم تعمیر طلب بود، مجبور بودم که منتظرش مانم. پدرم که قبلا به تعمیرگاه رفته بود گفت در روش تربیت من حتما کمبودی وجود داشته است که به تو اعتبار و احترام و اعتماد لازمه را ندادم که به من راست بگویی. برای اینکه بفهمم کمبودی در تربیت من کجاست، این 18 میل یعنی 28 کیلومتر را تا خانه پیاده برگردم تا در این باره فکر کنم که در کجا من خطا کردم. مدتی 5.5 ساعت پشت سرش اتومبیل می‌راندم و پدرم را که به خاطر دروغ احمقانه‌ای که گفته بودم ناراحت و اندوهگین بود نگاه می‌کردم. همانجا تصمیم گرفتم که دیگر هرگز دروغ نگویم. این عملی عاری از خشونت پدرم آنقدر نیرومند بود که بعد از گذشت 80 سال هنوز به آن میاندیشم، فکر میکنم. مهاتما گاندی خودش میگوید من فقط به جنبه های خوبی آدم ها توجه میکنم. از آن که خودم به عیب و نقص نیستم، علاقه به کشف خطاهای دیگرها ندارم. شما به دیگران نشان میدهید که چی طور با شما رفتار کنند. اگر کسی از حد خود گذشت و رفتاری ناجای با شما کرد، هیچ وقت او را سرزنش نکنید. خود را سرزنش کنید که در کجا اشتباه کردید. زیرا شما اجازه دادید که از خط سرخی کشیده‌تان گذرد و یا به عزت نفس شما برسد. وقتی شما تغییر میکنید، آنها هم تغییر میکنند. اگر میخواهید که دیگران را تغییر دهید، پیش از همه خودتان را تغییر دهید.